تاجر جمع وزنویه رشت. اده 2008 من در مسکو با به خانه بداریم به جویم شرایط نبود. بوده که ما پدرش به کلا نگیرید اولش. خستم من اصلا اومدم برای کار کنی برای زندگی ما دیدم برای فرزندم. وقتی ایستادم هر دو دخترچه ما در خواهرم دادم. دنوی ایوان. پیسان قطعی پدرش داد. دخترچم وایش 5 ساله بود. من مایدهش 5 ساله بود. این کس سه میخوام. باز این کس 18 ساله. ایمی 2008 سال من خودم همینجا در مسکو کار میکردم. بعد طرف استرا رفتم. اینجا نشد که همه کوارتر پلانی بود. طرف استرا رفتم پاوری کار کردم. چسنی کار کردم. هم اگر نگاه نکرده کلی کار کردگی من به خانه خواهرم با خشت تواره رای کردم که فرزندم یاردم کنم. 2011 شد شرایطم جای کار که یافتم من میخوالی صداوی توار طرف استرا یا پسیال کارومی است. کار میکنه؟ اسنتی رسوی. وقتی اسنتی رسوی من کار کردم کار قبول کردم یکم بار مرا سمنی گفتم من گفتم سمنی خودم هستم پسرم آوردگی بودم اون وقت خودم هستم پسرم. بعد خطیش اساسا که شناس شدم گفتم دو تا دخترچم در خونه خواهرم پرتفتگی مرا خوجاینور رخصت دادن گفتن که اگر که بخوای در 5000 کار کردم دیگه بیار. با ما آوردم اینا را 2011 همونجا 5000 کم نگفتیم و زیاد گفتیم ما کار کردیم برای چی سرمایه داشتیم جای خامو بود برام کمی را نگاه نکردم. ما اومدم زندگی ما به سر بردم. خدا را شکر خیلی کم بدی ندیم تا می وقتا. پار سالم دخترشم کسرش بالنسته بودم آنالیزش تازه بردم. خیلی خرسان شدم. دخترم 3 سال مکتب نخوند مایده حکیم. ایرا مکتب نموندم. شرایط نبود. باید 3 سال مکتب نموندم. دکمتاش آوردم در مکتب رفتم پلات میگفت زورم نرسید گردوندم آوردم اما دیرکتور 3 سال گفت که دخترت خشروای خاچ کنم روسی را پیش نمیدونست وقتی که جا اومد دختر مایده حکیم. نمیدونست قبولش نکردم. دویم سال بور رفتم. با قبولش نکردم. با این سال رفتم. اما خیلی پسند کردم بردمش که و یا خشم حیران شدن ها. با گفت که یک دختر خشرا به سواد میمونی گفت حیف میشه. با هر علاج ما قبول میکنیم. خیلی خدا را شکر قبول کنم و دستیم ششم میخونه. معلم‌هاش دیرکتوری مکتب رحمت با وی حرمت عزت میکنن. یگون کم بود نیست مکتبش پال میپال میره و میآید. خیلی وقتا پرازنیک در پیتانش در اما اتوبوس شو سو میگن که با درجه ای که مثلا بلند نیست. بلند نیست. خیلی شرایط من فهمیدم که من 5000 اولین میگیرم با پیتان شما میرسه. خیلی خدا را شکر نه یاردم میکنن. یاردم میکنم. برای پس دخترم با غویا رسیدن 18 ساله شد خزانه گفتن که وقتی فیمیس پرابر کم میکنه ایرا پاسپورت کردن در کار. ما میرم 27 اکتبر روی کردم تاجیکستان. مراجعت کردم به همه حکم قدم که کارمات خاطر مراجعت کردم انسان گفت که تاجیکستان روی کردن در کار که پاسپورت سرخ بگیره اول. من گپی همین انسان گوش کردم دخترچه ما روی کردم. خچم زیق شده او چه جان یک بارم خشتوار 3 سالم اینجا بود. بینم گفته بیام روی کردم. رفت 27 رفت 28 29 همه یکمی نویبر بود که جالب سر شد. او چه جیرت کم در مینه هیچم نمیفوره سرم در مینه پوچم در مینه اگه 2 ماه شد که همین دختر ما تا 27 دکبر بیمار بگم در بانیسای یوان سرگردان. خریز تا چما دادن اندالش اگر میگفتن انیق میکردن ممکن که ما ایجا میرفتم برای دخترم با دخترای تاجیکستان بود نخست شینوسان با تاجیکی روسی گفزن نمیتونه بپشه گریه میکنه در بانیسا وردم گریه داره که چجا التماس خوی قدیم خوام کردم بخوام خوی که دختر تاجیک قدیم مراجعت که من بفهمم گپای او رو من روسی نمیدونم میترسم برای همو 2 ماه که اینا 27 اومدن شد ای 27 من بردم استرا بردم بالنسای استرا بردم آنالیز گرفتن اوزش گرفتن روزی 31 دکبر آنالیزش گرفتن دیدن الترازو کردن دیدن گفتن روز دیم آنالیزش گرفتن دیم کره خیلی دخترای مخصوص کار نمیکردن کپراتیو بردم بعد روز دیم کار میکردن آنالیزش گرفتن روز سیم آنالیز شمار گردن دادن خیلی همین کسالا که ما دا گفتن واسه دیگه من سخت زخ شدم درجه پرسیدم چیکار کردن در کار گفتی خدا میدونه گفته خیلی چی کم گارانتی ندادن برای سلامتی دخترم زیخ شدم دانیسا است تراپی روی کردن قبول نکردم گردونده آوردم دیدوسکی تراپی مرا دیدوسکی روی کرد اویدم تا پاچم
терапевти истра мара вайрус дедовский рой кард. Дедовский рафтам, якам бор рафтам қабул накардан. گفت که ما بعد دهم قبول میکنیم ایرم آنالیزش ایسر گرفتم در کار من گفتم شرایط ندارم آنالیز همین روزا ما ببینه من همین روز آنالیز کردم پیش ما اقلا گیری آنالیز ببینه در دکتر یک تا به یک تا گردن نشوندم دکتر مرا باور نکرد مرا بیرون کرد ایتا با این دکتری که مرا روی کرد بود پیشم و دیدوسکی من برگشته با پیشم اومدم این کس گفت که اگر قبول نکرد بگردیو گشت اومدم پیشی این با اصلا تلفن کتی خودشو گپ زنم که گفت که کسالی سروچنا اینفکسیون قبول کنه که مقصد که وزنی‌تر نشه خیلی برگشته رفتم زوانو کجی کردم قطعی هم دوگانم بودم زوانو کجی کردم اومد در مقابل که اپیاتی هزی موترایم جسر کردیم بگی دختر تبره بعد روزی پنجم شد من درست اوقات کردم پرهیز همون دکتری که نزد وای دیدگیشتم رنگ آنالیزش پرهیز اول فرمودن که بیلیونی خواهم خیلی خیلی سال نخوره پرهیز منم پرهیز کردم روزی پنجم اکی کارم قطعی با تلفن قطعی گپ زنم کردم گفتم اکی کارم شرایط من خیلی برای لیچنی دخترم شرایط تماما ندارم خیلی خیلی آمادگیم 4 سال شد دختر چهارم آمادگیم شرایطم بیزبان کمی باشه یاردم میکنه برای سلامتی دخترم که دختر باشه همه روز من با امید در کارخونه شما اومدم که شما مرا یاردم کنه سلامتی دخترم نشه من وقتی که دخترچم در تاجیکستان بود تلفنش کرد من امیجا گفتمش که دختر کسل ایغان بیاونه بخیبیا نامه که من سوم ندارم من دختر تا روی کنم اگر که سوم داشته باشی من در روی کنم من دختر خبر میگیرم دخترچم وقتی که وای مرا سوم گفت من سوم او در روی نکنم چیک تو می در روی کنم 1000 یکنی مثلا 5000 اولی من میگیرم با همین روی کردم که امین دور باشه بگه تاجیکستان سال شه بعد بیاید همیرم با امید تاجیکستان رفت تک 8000 گرم پاس بکنم برام یه کار کنم همه کسا کار کنه سری بخونم درشین وقتی که ای شاورم جدا شدم 3 تا فرزند ما گرفت اول 3 تا فرزند ای دستم گرفت بچه‌ما هر دی بچه‌ما گرفت همین دختر کلونی ما دستم گرفت همین کس مایده بود دست من 2 ساله بود دست من 2 4 تا کودک داریم 4 تا کودک داریم ما یکتاش در اینترنت شهر نوای مکتب اینترنت شهر نه ساز خونده است خدا را شگر و شرایطش است که هفت میخونم این کس ششم میخونه هشتم این کس حق باید بخونه ایسیفش موند برای چی شرایط نبود نخون و این کس هشتم میخونه باز در اینترنت امو شهر نوای نوای سو شاور ما گفتم بعد با خودم تلفن کردم با خاطر دخترچم با تلفنش کردم گفتم دختر تا بیا خبر بگی گفت که میرم میارمش دامو وقتی که تاجیکستان بود گفت وقتی گودک ما دستم گرفتن خواهرجان بعد 4 سال توبه کردم خدا 4 سال هم 3 سال دخترچم یکم میخون بعد صرف سیمش من برگشته گرفتم برای چی وقتی که وای زنگ گرفت پشتمانم گذاشته شد وای کس زنگ گرفت دخترچم عزو داد بچم داغر من در دوشنبه کوارتیر در یوان زندگی میکردم در بازارشینی میکردم روز من میگذرونم یک خدمت من دخترچم کوارتیر سیمت کرده بازارشینی میکردم روز من میگذروندم همون وقت دختر بچم ایغارم پیاده صرف 4-5 میخوام پیاده راه ریز پوریز بعد دوشنبه به پیش من در بین یک هفته میومد من پسر خمانم میشناختم وقتی که پیش من میومد بس سر دهانی کندگی سیاه من گیره میکردم وقتی من ایزو میکشتم و میدیدم که ایسون که سیمی هاوز 18 ساله شده 15 سال 10 سال 15 سال روز شبگون خواهر من امیره نکردم بعد همه 3 سال پیش در نویه یوان کردم اول بعد جنگو بود امیر کردم صاحب فراموش کردم در حکومت شهر دو کردم یاد با رفتم قبول کردن عرضه ها ما بود همون زمینه ما باید که شیدگی باشند در 7 کیلومتر نکی مرا ندادن وقتی که زمین وقتی که وعده کردن زمینه وقتی که زمین تقسیمات شد دیگه مرا پیروز نکردن مرا گفتن زنگ میزنی پیروز میکنی مرا پیروز نکردن وقتی آمد تاجیکستان بودم مرا وعده کردن عرضه من نوشتم گفتم من خیلی کم بیزه وعده کوچه موندگیم عرضه مرا قبول کردن وقتی زمین تقسیمات شد مرا ندادن دیگه کسی زمین مرا 2011 پیش آمدن این فرزندان من وای کردم همون حکومت یوان رفتم گریه کردم گفتم که بعد جنگ ما گریزه شدگیم در نویه یوان وقتی که شوهرم مرا جواب داد من فرزندم که در نویه رشت زندگی من بسر نرفت برای چی که نه خونه داشتم نه در داشتم وقتی که مرا بیرون کردن اکوی مرا ناموس کرد که مقصد کودکای مرا تقسیم کرده و نگاه کنن هیچ کس به گردن نگرفت تو همین ای بام شود تا همین 1 سال پیش اکاو دادر من قطعی من گم نمیزدم یگون کس برای چی که من فرزندم قطعی
سیخ نشه همش سوز میشه. ما همه تاجیکستان رفتم، همه خیلیشیم 2 روز ایستادم با جاگاه قلطیدی. نتونستم دیگه تا خونه خواهیش رفتم دکتر گفتم گرداد یا شامل کشیدگی؟ یا تشنمک داره چی داره با یه اپارات دیگه رفتم و گونه یکان جد بین سیفتر خیلی خنک زدگی بودم از خیلی توبتاشون گرفتم چین کردم فایده نکرد اومدم و چند هفته سوم روی که من برم پیش ایام با قرغنا من 28م پاسپورت دخترچه ما تغییر کردم 28 دکبر پاسپورت پلوچت کردم ای تاجیکستان دیره 29 بلیتش گرفتم اوشا جان 600 سوم میگن گفتم 1000 سوم بگن من روی میکنم قرض میکنم اندکی دخترچه من بیا با پیش مرا 28 پاسپورتش نگاه کنه 28 پلوچت کرده 29 دخترچه من ها بلیت گرفتگی ایام با قرغنا خودش ان خل کسالی تاکسی زکاس کارشته ایام 40 سوم با قرغنا آمده با وокзал قرغنا وокзал قرغان تاکسی سوار کرده 100 سوم ای وокзал با ایرپورت برده ایرپورت اومده همین کسالیه به همین حالت گردوندیم گفت است که تی جان میره این گریه را دختای همین خیل اوزی بهتره این گریه کرد که وقتی که من این خیل کسال ما پیش مادرم نرم اینجا من صاحب ندارم در ایرپورت پرسیدن سوم داری دبر گفته ها سوم شاگرد یعنی اصلا 20 سوم گرفتیم بعد ایره رجیستراسیون کرده گذراندیم ای تاجیکستان ای قرغان ایرپورت قرغان همونجا یه زنک ای پیش میگم دختری جون اومدی رسیدی همونجا یگان تاجیک هسته مرد که زنک ای برا پیش من قطعی و گپ زنم کنم میرم زنک تاجیک میگم تو ترکاش میگم اپای جون لات جانم همه دخترچه مرد بر دیگه ای همین خیلی تاجیکستان گذشته همین مسکو در روسیه نمیده یاردمش که وقتی که همون رجیستراسیون تاجیکستان سر میشه دخترچه ما میگن خطی کی میگه که خطی همین خالم او زنک میگرده میگه که من ایران نمیشناسم یکم بار دیدم بعد ایران میگن که یکی تیکتوکای تر نمیمونیم رفتن میگردونیم یکی گریه که میدوزه با بچه‌ها با همه اون بودن پرسیدن که خیلی گذرن تا خیلی یگان سمتیه یاردم میکنه میگذرونیم 120 سومش ایرپورت قرغان گرفتن دخترچه ما گذروندن در 600 سوم داشت ایوان تا قرغان اومدن 600 سوم ایدیس دختری من دور شد یک قسم اگه جا کرد دختر جان گفت که اوچه مرا همین خیلی کردن اگر من سوم نمیدادم مرا نمیگذروندن من میمردم در اونجا نمی اومدم ابراند خونه خالم رفتن نمیتونستم برای چی ای خونه خالم ای در خونه مرا سوار کرد تاکسی مرا جواب دادن یکم کس مرا نوار سوار کنن همین تامجر گریسته اومده وقت ایرپورت مسکو من قبول میکنم دختر من رفته که بوز بالا بود اینم که خدا دوره در تلفن قطیش گام میزنم با خدا خواهر نشناختمش مدینه در جای پشتش گردوندگی میگه و چه من نمیجه در پیش فلان آدم در پیش ای پیش میرم خدا توبه کردم آدم با این درجه میشیده دختر خود دیدم تعجب زد خیلی خدا را شکر همش سوز میشه. خدا را شکر من فقط اولش که ای خداوند امید دارم دیگه‌مش با امید پیش شما آمدم خواهر جان که مرا یاردم کنی برای چی نه شرایط خونه نه حاضر مرا تاجیکستان هم برام من نمیدونم کجا میرم برای دختر برای چی خونه خواهرم روی کردم یزنم گفت است که کسالیه دکوی مرا وای نکنه گفته تیز بریم